دو نفر از پرسپولیس حتی رفتن الان تو آفسایدن، ولی خب بلافاصله برمیگردن. یه فرصت و گل توی دروازه. یه پاس طلایی از سروش رفیعی و علی پور. یه جشن رونالدویی اینجا به پا میکنه. سردار دورسون منتظر بودیم که گل بزنه و این جشن رو به پا کنه، اما علی پور زودتر از اون این کارو میکنه. گل میزنه علی پور و نتیجه رو 2-1 میکنه. همین بازیکن این پنجمین گل شهرآوردی اوست. با اسماعیل کارتال و سایر نیمکت نشینان هم خوشوبشی میکنه. حسینی گل خورد و دومین گل این بازی رو هم دریافت کرد و علی پور. نگاه کنیم، کنترل عالی و ضربه تماشایی. مدافعان استقلال اصلا فکر نمی‌کردن که شاید این طرف بیاد و سروش اصلا ارسال